خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. یکی از نکاتی که در امر معلمی و تدریس مهمه، فرق نمی‌کنه چه بیشترستانی و ابتدایی باشه چه در دانشگاه باشه، حتی در سطح دکترا، این روش تدریسه. بعضی هستن با عجله فکر می‌کنن باید سریع درس جلو برن، در حالی که در امر آموزش بقول یکی از اساتید عجله کردن بزرگترین اشتباهه. حتی مثلا در امر بدنسازی شما هم اول برید باشگاه، بعد بگید هم اول بنده 10 کیلو رو بردار، بعد 15 کیلو رو بردار، در حالی که این کار اشتباهه. در کار آموزش بیشتر ما کار فکرورزی انجام بدیم، نه حفظ کردن. به نظر یکی از مشکلاتی که اکثرا شما دیدید بچه‌ها میگن در درس مثلا ریاضی ضعیف هستن، میگم یکی از علت‌های عمده میتونه همون روش تدریس ناقص و اشتباه باشه. اینکه معلم میگه مثلا بگید 2x علاوه z مساوی است با 20 فلان، دو سه درس رو بنویسه ولی بچه‌ها درس تموم شد. در آموزش ما بیشتر با درگیر شدن یاد میگیریم. فرق نمی‌کنه این ادبیات فارسی باشه، شعر باشه یا ریاضی باشه یا درس کامپیوتر و الی آخر. من یه زمانی وقتی دانشجو بودم در این کارشناسی، من اون آدم کنجکاوی بودم از اول. یه بار رفتم یکی از کلاس دانشگاه آزاد، کارشناسی ارشد کلاسشون بود، درس ادبیات فارسی. اتفاقی اون روز درس مصنوی رو داشتن درس می‌دادن که از استادای خیلی مشهور مشهد آورده بودن. استاد معروف بود ولی من رفتم کلاس، اون موقع هم مثلا فوق لیسانس خیلی مهم بود، حتی بعضی با کارشناسی ارشد می‌رفتن در دانشگاه درس می‌دادن، کمونستان اینا. من رفتم دیدم استاد داره تون شعر رو می‌خونه، یه بیت می‌خونه بعد معنی میگه، اینا می‌نویسن مثل بچه مثلا ابتدایی یا دوره راهنمایی. هی تون مثلا یه بیت می‌خونه اینا می‌نویسن. اصلا برای من یه جوری بود آقا این کلاس ارشد مثلا اینا فردا می‌خوان استاد دانشگاه بشن و خودشون مثل بچه ابتدایی درس می‌خونن. همین کار یا بعدا یه بار که یه رشته حقوق یه بار رفتم به عنوان مستمع آزاد، اونم دیدم کارش درستابی نبود. بعد که خودم معلم شدم، از اول شروع کار تا به الان کلی رو روش تدریس کار کردم. تو کتابم هم به این موضوع اشاره کردم، یعنی یکی از عنوان‌ها روش تدریسه و اونجا نوشتم که آقا روش تدریس خیلی مهمه. مثلا من اونجا یکی از نظریات که نوشتم اینه، درس‌های حفظی هستن مثل تاریخ، جغرافیا، دینی و اینا. مثلا معلم میاد چند تا سوال میده، بعد بچه‌ها باید حفظ کنن. من میگم آقا درس تاریخ رو نه سوال حفظی بدیم، بلکه بهتر اینه بگیم مثلا این 3 تا صفحه که خوندیم، 3 صفحه از درس، این 3 صفحه رو در حد 1 صفحه بخونید، خلاصش کنید. حالا با خودکار صفحه زود پر میشه، ما باید بگیم مثلا خط بدیم، میگم 15 خط خلاصه کنید، چون تایپ شده نیست که بگیم 1 صفحه. یا مثلا میگم 5 صفحه درس دینی رو بخون، در 1 صفحه خلاصش کن. بعد میتونیم در فرصت‌های دیگه یا همون در آخر کلاس نوشته ها رو جابجا کنیم، این خلاصه ها رو بچه‌ها بخونن، نوشته های هم دیگه رو نقد کنن. این بگه مثلا فلان درس خوب خلاصه کرده یا نظرش اینجا اشتباهه، اینجا اینجوری باشه بهتره. هدف این فکرورزی است، نه اینکه ما 3 خط سوال حفظ کنیم سر امتحان با استرس بیاییم بعد هم فرد امتحان یادمون بره. من حتی اونجا به اینو اشاره کردم به این نکته که میتونیم با همین کاربردها، با همین دفتر کار که خلاصه درس‌ها رو بچه‌ها نوشتن اصلا نمره امتحان بدیم. میگیم شما خوب نوشتید نمرت اینه، شما ضعیف کار کردید فلان. ولی میگم متاسفانه روش تدریس خیلی در مدارس ما مورد توجه قرار نمیگیره. اما بیایم تو درس خودمون که درس ادبیات فارسی هست. شما دوستان در جریان بودید که روش کار ما اینجوری، اول یک بار معمولا شعر رو من میخونم، کلمه سختاشو میگم، حالا یه وقت تشبیهی، آرایه‌ای، توضیح لازم باشه میگم می‌نویسید. بعد از اون شما دفتر رو برمی‌دارید، بالاش می‌نویسید فعالیت کلاسی، معنی شعر فلان، بعد تاریخ اون روز رو می‌نویسید، بعد شروع کنید شما معنی شعر رو می‌نویسید.
و در این کار مشورت آزاده. اضافه داشته میتونم با هم مشورت کنم. از من هم اگه سوالی داشتید من جواب میدم، کمک میکنم برای نوشتن معنی شعر. من اوایل که این روش شروع کرده بودم یک بار به همین شکل توضیح میدادم، بعد بچه ها معنی شعر رو می نوشتن، تو ورقه می نوشتن، من جمع می کردم ورقه رو. بعدا من دوباره می گفتم معنی کامل رو بچه ها می نوشتن، یه معنی درست همه تو دفترشون داشته باشن. بعد دیدم ما به این کار نمی رسیم، وقت کم می آوردیم، تصمیم گرفتم معنی رو تایپ شده کپی می گرفتم به تعداد بچه ها، نفر یه برگ کپی می دادم. پولش هم حالا اون موقع مثلا هر برگی 100 تومن در میومد. برای 5 تا برگه مثلا یه بار نفری 500 تومن میدادن، حالا بعضی هم نمیدادن، کاری نداشتیم. بعدها دیدم که این برای شاد که اومد باز یکم با این ابزارهای جدید دست رو بازتر شد. دیگه من کپی هم نگرفتم. معنی شعر رو همین روش که الان تو کلاس شما اجرا میشه، یک بار من کلمه سبتا رو میگم، توضیح میدم شعرها رو، بعد یک بار شما در دفتر به عنوان فعالیت کلاسی مینویسید. بعد من معنی شعر رو توی شات براتون میفرستم، همونطور که در شعرهای قبلی داشتیم. و روش کار اینجوریه، شما یک بار از روی شعر به عنوان تمرین اصلاح خط، از این خط نستعلیق که همه شعرها نستعلیقن، این خط تمرین خیلی کار مهمیه و در آینده زندگیتون هم در شغلتون هم تاثیر داره. یک بار شعر رو از روش می‌نویسید به عنوان تمرین خط، با یه خودکار با یه رنگ دیگه زیرش معنی شعرهایی که در شعر ارسال کردم در زیرش می‌نویسید. با این کار باعث میشین که شما یک بار با این شعر درگیر بشید. اینطوریه که من فرستادم اونجا آقا فرستاد تو شاد تموم شد. یک بار میگن شما بنویسید و دفتر نمره داره و مهمه. یکی از اهمیت‌های این کار اینه که موضوع کلاسداری هم حل میشه. دید بعضی بچه‌ها تو بعضی کلاس شروع میکنن، سر صدا میکنن و وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد هم بیکار بشینه که میگم حرف میزنه. با این کار ما دانش آموز رو درگیر میکنیم با کار مهم، سرکاری هم نیست، داره درس یاد میگیره، مشغول هم شده، دیگه هیچ که حرف نمیزنه. اون شلوغ‌ترین دانش آموز مجبوره که مشغول بشه. بعد در جریان بودید که همیشه میگیم آقا فعالیت کلاسی نمره داره، اگه کسی بعضی کار نکنه مثلا جلوی اسمش ثبت میشه کمکاری، یا اصلا فعالیت نکنه میشه فعالیت صفر، یعنی اون روز کار نکرده. با این روش‌ها هم یاد میگیریم و هم اصولی در واقع کار پیش میره. من زمانی که مثلا رشته انسانی درس میدم، خدای درس دستور زبان دارم، فعل، قید، فاعل، مضاف الیه، شما هم دارید، اما رسما بیشتر باید کار کنم. میگم مثلا یک صفحه 10 خط از یه صفحه انتخاب میکنم، میگم بچه‌ها همه صفحه 50 رو بیارید، این 10 خط مثلا برای جلسه بعد این 10 خط رو در دفتر بنویسید، هر چی قید، فعل، مضاف الیه، هر چی خوندید اینجا پیدا کنید، زیرش بنویسید. خط میکشه میشه فعل، قید، مضاف الیه فلان. این کار عملی باعث میشه که یادگیری خیلی بهتر انجام بگیره. این موضوع که تدریس باید اصلا در همه درس‌ها فکری ورزی باشه، این خیلی مهمه. اگه بعدا خودتون هم معلم شدید در هر رشته‌ای فرق نمی‌کنه. من برای ادبیات فارسی این کار انجام میدم، معلم زبان هم باید تو رشته خودش این روش اجرا کنه، معلم ریاضی هم همینطور. بچه‌ها رو بیشتر درگیر کنه با موضوع. مثلا ممکنه معلم مثلا میگم شیمی بیاد یه توضیح بده که بچه‌ها درس تموم. در حالی که من اگه معلم شیمی هم بودم یه روش‌های ابتکار می‌کردم که بچه‌ها با موضوع درس درگیر بشن، نه اینکه من یه رو توضیح بدم. حتی من بعضی وقت برمیگردم به دوران گذشته، دوره راهنمایی دانش آموز بودیم، مثلا من ریاضیم خوب نبود. الان که معلم شدم احساس می‌کنم روش تدریس معلمم خوب نبود. ممکنه من نمی‌خوندم، مشکل از خود ما هم هست، بعضی وقت ما دانش آموزان، ولی خب معلمم یاد یه چیزی تو سه تا می‌نوشت، این ضرب در فلان میشه اون، این تقسیم بر اینجوری بعد تموم شد. بعد ما می‌شستیم با هم حرف می‌زدیم. در حالی که معلم میتونست هی دونه سوال طرح کنه، بگه بچه تو دفتر اینو الان جواب بدید، دوباره سوال بعدی اینو جواب بدید. بعد مثلا اینکه من میگم مشورت آزاده، با هم مشورت کنید پیدا کنید. این مثلا 2x به علاوه z به علاوه فلان، این دو مجهولی رو ما چجوری باید پیدا کنیم، با هم درگیر بشید کار کنید.
یا رابطه فیثاغورس رو اول یه مسئله ساده داده بشه، بعد کم کم مسئله پیچیده‌تر داده بشه، بعد دانش آموزا با هم حل کنن. وقتی از کلاس میرید بیرون تو این روش یکم خسته شدید، ولی ارزش اون یادگیریه اون خستگی رو به در میکنه. به اصطلاح شما احساس میکنید الان تو این 1 ساعت چیزی فهمیدید، چیزی یاد گرفتید و زنگ تفریح هم برای همین از که بعد از این خستگی مثبت که با یادگیری پیش اومده شما به زنگ تفریح و در واقع تفریح روحی بشید.